موارد شکایتشون اینجوری بود که اپلیکیشن کار نمیکنه یا سایت خوب کار نمیکنه و بین این تماسا یه سری از این آدما کلمه باگ رو استفاده میکردن و من هیچ ایده‌ای نداشتم که باگ چیه. بهم اعتماد دارم و یه فرصت یادگیری هم بود. مثلا استفاده از چت جی پی تی برام خیلی راحت تر بود، خیلی راحت باز بود بدون اینکه نگران این باشم که آدما نکنه جا جمع بکنن که باید واقعا کاور لتر بدم. من خودم چیزی که تو ذهنمه اینه که برای شرکتایی که برام جذابیت داشته باشن دوست دارم که کاور لتر بدم. این مفهوم تست و مفهوم QA و حتی مفهوم کنترل رو احتمالاً نتونستن تفکیک بکنن. یعنی فرهنگ اینجوری جا افتاده که یه چیز تست کنیم بره بالا. بخش خوبیش یعنی اگه نخوام خیلی ایدئالگرا بهش نگاه کنم و نخوام فقط حرف زده باشم، یه بخشی از آپدیت موندن من بسته به کار کردنمه، بسته به نیازایی که توی شرکت میبینم، تسکایی که میاد. یه وقتایی فضولی میکنم تسک دیولوپرها رو میبینم و میبینم من چجوری میتونم براش تست بنویسم. سلام سوگون، خیلی خوش اومدی. چطوری؟ سلام. چطوری؟ خیلی وقت ندیدم. خیلی وقت شد و مرسی که دعوت منو پذیرفتی و بعد از بارها تلاش برای ضبط همین لحظه خیلی خوشحالم که بالاخره میتونیم صدا و تصویر رو کامل ضبط کنیم. آره واقعا اون داستان چیزو باید اضافه کنیم، داستان پشت صحنه‌های این ویدیو رو باید حتما اضافه بکنیم بهش. چیز بالی داره. آره واقعا تلاش‌های زیادی کردی در این راستا، به نظرم واقعا لازمه. مرسی ازت. چه خبر؟ همش خوبه؟ سلامتی. همونطور که میدونی به تازگی مهاجرت کردم، اومدم خارجه. بله. و میشه گفت که 10 روزه یا 11 روزه که اومدم و فعلا دارم با چیزایی که اول مهاجرت پیش میاد دست و پنجه نرم میکنم. ایول مرسی ازت. خب پس بالاخره تجربه جدیدیه و شروع داستان دیگه. آره خیلی خوب. ببینیم چجوری میشه. خیلی خوب. من همین اول کار دوست دارم یه سوالی که همیشه قبلا هم پرسیدم و دوست دارم اون داستان همیشگی رو اول تعریف بکنی بعد بریم سراغ چیزا. چی شد که سوگل نظامی اومد تو QA؟ این داستان من شنیدم بارها، مثل داستان علی رستگاری که از اولم قبلا شنیده بودم. دوست دارم تعریف بکنی. حالا اگه خیلی طور میشناسم مطمئنم، ولی اگه حالا آدم ها داستان این که سوگل نظامی چی شد QA انجینیر شد رو تعریف بکنی به نظرم چیز باحالی. من این دوست دارم همین اول دوباره یه جا داشته باشیمش، ثبت کنیم. حتما این داستان خیلی حالا تعریف کردم، ولی گفتنش احتمالاً کمک کننده و موثر خواهد بود واسه کسایی که دوست دارن توی مسیر QA بیان. من کلا همونطوری که خب تو میدونی از پشتیبانی شروع کردم، توی چیلیوری پشتیبان بودم و روزانه خیلی زیاد تماس داشتیم، حالا یا از طریق چت یا زنگ میزدن و شاکی بودن و خیلی از این موارد شکایتشون اینجوری بود که اپلیکیشن کار نمیکنه یا سایت خوب کار نمیکنه و بین این تماسا یه سری از این آدما کلمه باگ رو استفاده میکردن و من هیچ ایده‌ای نداشتم که باگ چیه و اینا. خیلی کنجکاو شدم، یه ذره در موردش خودم مطالعه کردم. بعد بین این مطالعه کردن رسیدم به دوره وب دیزاین مشافنی و اینجوری بودم که خب اگه این مسیر به من کمک میکنه که من بفهمم که باگ چجوری به وجود میاد و بعدش توی کار خودم تاثیر میذاره و میتونم به مشتری جواب بهتری بدم، خب چرا نه یاد بگیرم. رفتم سراغش، یاد گرفتم، یه ذره بیشتر در مورد باگ دونستم، یه ذره کلا سمت دیولپمنت بیشتر متوجه شدم که چجوریه و اینا. بعد از یه مدتی دیدم خب چقدر باحال باگ پیدا کردن، مثلا خیلی هیجان انگیزه، من خیلی دوست دارم و فهمیدم که اصلا یه پوزیشنی هستش که باگو پیدا میکنن و اینا QA یا تسترن یا خیلی ممکنه که جاب تایتل های متفاوتی واسه این پوزیشن باشه و خیلی اتفاقی افتادم تو این مسیر و خب الان میشه گفتش که
فکر کنم که 6 سال یه کوچولو شاید بیشتر یا همون حدوداست که QA هم و همه اینا از سر یه کنجکاوی و رفع مشکل کاربر شروع شد. خیلی بامزه بود. خیلی این قضیه که گفتی از کلمه شروع شد، یعنی یکی از جذابترین داستانهای QA برای من، به خاطر فکر نمی‌کردم با یک کلمه فقط اون کنجکاویه و اون کلمه ای که آقا باگ چیه، داستان چیه، چرا آدم استفاده میکنن، خیلی داستان بامزه بود. دیگه الان تقریبا نزدیک به یه دهه است که توی حوزه QA و تست داری کار میکنی. با لعنت که من خودم کلی چیز ازت یاد گرفتم در طی این مدتی که با هم دیگه همکار بودیم و تنها چیز فنی هم نبوده. حالا جلوتر تو هم در موردش گپ میزنیم. میگم جلوتر این چند بار دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه من یه سری چیز یادداشت کردم و اونها رو میپرسم، به خاطر اینکه اینها چیزهای باحال و تجربه های جالب بود که همیشه توی کار کردن با آدم ها داشتم، مخصوصا با هم کار کردیم. شرکت جدید چطوره؟ خورده از اون برامون بگو. یعنی حالا پروسه مهاجرت اینا هم که باید در موردش گپ میزنیم، ولی حالا یکم در مورد شرکت جدید چه خبر، چجوریه، اون تفاوت ایران چطور بود، اینجا چطور بود از نظر کاری و اینا، اینم باحاله. همونطور که در جریانی من تقریبا 5 ماه با این شرکتی که الان باشون کار میکنم ریموت کار کردم. درخواست ریموت هم از سمت خودم بود که هنوز محصول لانچ نشده بود و من میخواستم که تو این پروسه باشم که باگ کمتری ببریم بالا و یوزر کمتر اذیت بشه. ریفرال بودم. یکی از همکارای قدیمی توی هم اسلام مارکت هم دیوار با هم کار میکردیم اونجا کار میکرد و از من پرسید که پلنت چیه، باز این که بیای سمت آلمان رو داری و خب من یکی از پلنام این بودش که برای آلمانم اپلای بکنم و خب موقعیت خوبی برام بود. اپلای کردم. یه ونچر از یه هلدینگ خیلی بزرگه که تقریبا توی آلمان اکثر خود آلمانیا میشناسن و روزمره ازش استفاده میکنن و ما یه قسمت کوچیکی از این هلدینگ هستیم و از آخرای مرداد امسال لایف شدیم و خب الان هم داریم خوب پیش میریم. به نسبت اگه بخوای اینجوری بهش نگاه کنی که اسکیلش رو نگاه کنی استارتاپیم، ولی چون از یه برنچ بزرگ گرفته شده اومده خب کالچر و خیلی چیزا رو داره همراه خودش و نیازی نبودش که برای اونا خیلی شرکت بخواد زمان بذاره، یعنی فرهنگسازی از قبل شکل گرفته بود. دیگه بهشون جوین شدم و سوالت چی بود بقیه‌اش؟ گفتم بدم چجوری بود داستان، چجوری اومدی و شرکت جدید چطوره، بیشتر از این حال هواه. بعد سوال اصلی این بود که این حالا فکر کنم گفتی 5 ماهی تقریبا میشه باشون کار میکنی ریموت و اینا. اینو میخواستم بدونم که تجربه کار توی ایران به عنوان QA و تجربت اینجا به عنوان QA، حالا چه از نظر خود بیزینس، چون بیزینس های مختلفی بودی تو ایران، و چه از نظر حالا فرهنگه، چه از نظر اون به قول معروف محصوله، اون تفاوته چقدر بود یا چقدر این رو متفاوت دیدی، یا حالا چه نکات مثبت و منفی تو این داستان دیدی؟ منظورم هندل کردن کیفیت نرم افزار توی ایران داخل و حالا توی یه کمپانی اروپایی. ببین من حس میکنم که یه وقتایی اینا رو نمیشه تفکیک کرد بر اساس کشور. یه وقتایی هستش که یه شرکتی توی یه کشور دیگه مثلا توی ایرانه ولی کالچر شرکت کالچر قویه و همین باعث میشه که پروسه ها بهتر پیش بره. یه وقتی هستش میبینی شرکت ایرانی نیست ولی کالچر درست حسابی نداره و همون باعث میشه که توی پروسه های پروداکت هم تاثیر بذاره. ولی تجربه خود من به شخصه از این شرکتی که الان توش هستم اینه که خیلی زیاد یوزر براشون اهمیت داره، خیلی خیلی زیاد، یعنی واقعا در حد پیکسل براشون اهمیت داره و یه وقتایی هستش که خود من که QA هم بهشون میگم بابا حالا این خیلی هم مهم نیست بدیم بره بالا،
و اونا اینجوریه که نه، ما یوزر برامون خیلی اهمیت داره. این اولین چیزی بود که خیلی به چشم من اومد داستان که پیکسل پرفکت باشه و یه پیکسل بالا پیکسل پایین بازه. آره، و برای من خیلی حس خوبی داشت، به خاطر اینکه خب معمولا توی اکثر شرکت ها به QA میگن که حالا این مهمه الان فیکس شه، مثلا بره بالا دیگه بره بالا، حالا چک بکنیم ببینیم چی میشه، حالا چیزی نیستش، مثلا حالا دیزاینش مشکل داره که خب داره. ولی اینجا خیلی برای من جالب بودش که من بهشون میگفتم که آقا بریم بالا، ردیفه، مثلا مشکلی نیست. اینش خیلی به چشم آمد. خیلی دنبال اینن که یاد بگیرن، یعنی دوست دارن ابزارهای متفاوت، تایپ های تست متفاوت رو امتحان بکنن و بدونن که کدومش بیشتر به همون کمک میکنه. مثلا چیزی که توی شرکتی که توش هستم، چک 24 اسمش استفاده میشه، خیلی بهش اهمیت میدن، بحث لود تسته. خب من توی شرکت های دیگه هم QA بودم، ولی بحث لود تست اونقدری که اینجا اهمیت داره اهمیت نداره. یعنی یه وقتایی هستش به ازای یه سری تسکای بکند من باید لود تست بنویسم و قبل از اینکه اصلا اونا تسکشون رو بخوان بفرستن روی پروداکشن، حتما این لود تسته باید بیاد و ببینیم واقعا بهبود داشته نداشته، یه وقت بدتر نشده باشه. و این برای من خیلی جذابیت داره و اینجا خیلی توی بحث لود تست من کمک کرده. چه باحال. یه سوالی بپرسم ازت سوگل، ابزاری که استفاده میکنین K6 یا ابزار شبیه اینه؟ ابزار خاصی مثلا استفاده میکنین؟ شرکت کلا توی این موضوع دست منو باز گذاشته و گفتش که بر ما مهم نیست تو از چه ابزاری استفاده بکنی، بیشتر میخوایم نتیجه‌ای که از کار میبینیم نتیجه معقولی باشه، ریپورت خوبی داشته باشه و همه اینا. و من اول از جیمیتر استفاده میکردم، یه هلوش یه ماه خورده‌ای، بعد سویچ کردم رو K6 و خیلی راضیم. یعنی K6 خیلی به نظرم مرتب‌تر و سریع‌تره. جیمیتر یه GUI داره که خیلی قدیمیه، اصلا یوزر فرندلی نیست و یه ابزار نوکد دیگه، مثلا اگه بخوای کد نزنی آره اوکی از اون استفاده کنی، ولی K6 خیلی مرتب‌تره و خیلی سریع‌تر تو کلا میتونی توش تستتو بنویسی پیش ببری. کار کردن با آدم‌ها بیرون از حداقل ایران به صورت ریموت چه سختی‌هایی داره و کامیونیکیت کردن با تیم اونها چه جوریه؟ اینم در مورد تجربه‌ای که داشتی یه خورده صحبت کنیم، به نظرم باحاله. من یه سال تقریبا، نه یه سال و چند ماه ریموت کار کرده بودم که خب هلوش 6 ماهش با یه شرکت ایرانی ولی تو کانادا بود، یه بعدی هم که هلوش 5 ماه با همین شرکت آلمانیه بود که خب ایرانی نداشت، یعنی همین 2-3 نفر ایرانی بودیم که خیلی هم با هم در ارتباط نبودیم، یعنی خیلی تسک مستقیم نداشتیم. خیلی استرس‌زا بود راستش. بحث انگلیسی حرف زدن، مخصوصا وقتی که پشت مانیتور نشستی، یه ذره بیشتر حس میشه. آنبوردینگ به شدت سخته راستش، یعنی بزرگترین چالش من آنبوردینگ بود، به خاطر اینکه وقتی اونجا هستی میری بالا سر آدما، توی بحث کامیونیکیت کردن سر تسکا هم همینه، میری بالا سر آدما و یاد میگیری ازشون، یا اینکه اونا میان به تو یاد میدن، جلسه میذارن حضوری، یه وقتایی حتی ممکنه که مثلا ورکشاپ برگزار بشه. راحت‌تر بود اگه اینطوری میبود، ولی خب نبود. آنبوردینگ سختی داشتم توی هر دو مورد. ریموت کار کردم با خارج از کشور با توجه به وضعیت ایران واقعا سخت و پر از استرسه. یعنی تابستون یه جاهایی شروع میشه منطقه به منطقه هر روز برق قطع میشه دیگه و پشت بند قطع شدن برق نیم ساعت بعدش هم اینترنت قطع میشه و یه استرس خیلی سنگینی رو من تحمل کردم امسال سر فقط همین قضیه که یهو مثلا وسط یه کار جدی که 2-3 ساعت دیگه ریلیز داریم من کلا از دسترس خارج می شدم.
ایناش خیلی چالش داشت، مجبور بودم هی جا به جا بشم، مثلا خونه برم کافه، از کافه برم یه جا دیگه. بری هر جایی ولی که یه برق داشته نکته، باشه. دقیقا هر جایی که برق داشته باشه. ولی یه نکته دیگه ای که وجود داشتش این بودش که اگر فاصله کار کردنتون، یعنی تایم ریموت کار کردنتون فقط تو اون فاصله که ویزا صادر بشه، خیلی تجربه جذابی میتونه باشه. چون وقتی شما میرید توی شرکت حضوری، همه رو میشناسید، استرس این که وای آدم جدید، فضای جدید کاملا ریخته، و اینکه یه فرصتی انگار برای خود من بود که یه نفری نیاد بالا سرم و من استرس بگیرم، استرس همه موارد، انگلیسی حرف زدن، کار جدید، همه اینا. و حس قدرت داشتم، حس اینکه به من اعتماد شده که من دارم توی خونه مایل ها دور از مثلا شرکت نشستم دارم کار میکنم و آدما بهم اعتماد دارن و یه فرصت یادگیری هم بود. مثلا استفاده از چت جی پی تی برام خیلی راحت تر بود، خیلی راحت باز بود، بدون اینکه نگران این باشم که آدما نکنه جا جمع بکنن، که خب نمیکنن. یعنی استفاده از چت جی پی تی چیز کاملا الان که مرسومیه و دیگه اگه کسی کاملا مرسومه، همه یه دونه تب باز اونجا چت جی پی تی. آره پین اول. ولی چلنج خیلی داشت، تا دلت بخواد تا صبح میتونم چلنج برات بگم، ولی بولتریناش بر من این موارد بود. ایول مرسی. آره واقعا کار ریموت مخصوصا تو ایران، برق، اینترنت، نمیخوام اصلا بهش واقعا فکر کنم، خیلی خیلی تجربه سختیه. ایول در مورد اون قسمتی که گفتی این بحث فرهنگی، خب دستتو باز گذاشتم، این یه مسئله. بعد فضا، یعنی فضا اونجوریه که اوکی ما مثلا میخوایم در بالاترین حد ممکن کیفیت رو داشته باشیم. چیزیه که به نظرم کلمش یعنی عبارتش حلقه مفقوده تیم های یعنی ارتباطی بین تیم های مثلا تست و تیم های تا دیولوپه. واقعاش اینه همیشه اینجوریم که اوکی یه فورسی داریم و بذار مثلا بره بالا، حالا بعد درستش میکنیم یا یه چنین چیزایی. ولی اینجا دقیقاً برعکس اون داستان. ایده داری که چی میشه به اینجا میرسه یه کمپانی، جدا از اینکه گفتی بکگراند خوبی هم داشتن، یه کمپانی بزرگی هن و احتمالا فرهنگ خوب جا افتاده، چی میشه به جز حالا ایده فرهنگ؟ خیلی خیلی مهمه ها، یعنی میخوام بگم اون پای ثابت داستانه. به جز اون چه چیزهایی رو اضافه کردن که باعث شد به این نتیجه برسن؟ خودت چیزی برداشت کردی این چند ماه که چی شد به اینجا رسیدن؟ منظورت از این که چه چیزایی رو اضافه کردن دقیقاً چی؟ ببین به جز فرهنگ چه چیز دیگه ای بوده؟ مثلا فرایند اینجوری بوده که آقا باعث شده همه دقیق بشن؟ مثلا نوع کسب و کار اون بیزینسه مهم بوده که همه مثلا اینجوری هن که اوکی همه چی باید پیکسل پرفکت باشه، در بهترین حالت باشه؟ این فکر کنم چند تا متغیر داره اگر اشتباه نکنم به نظر خودم. یعنی فقط اینجوری نیست که اوکی فرهنگ مثلا همه فرهنگ تست داریم و از بیس همه میدونیم تست چیه، چه خوبیایی داره. مثلا این یه بخشه، این یه چیز عامل مهمه. عامل های دیگه هم بوده که تاثیرگذار باشه؟ ببین بحث فقط صرفا تست که خب تو میدونی اونقدری این پروسه تست و کیو و اینا اونقدری قدیمی نیستش. حالا نهایتا شاید 10 سال 12 ساله که مثلا یه ذره سنگین تر شده. آره. ولی خب این شرکت، این هلدینگ از سال 1999 که هست و خیلی وقتا اعتماد بیس رفتن جلو. خیلی و سال شرکته. و مثلا یه چیزی که خیلی توی آنبوردینگ برای من بولد بود این بودش که اون فاوندر اصلی خودش تقریبا هر روز داره از این اپ استفاده میکنه و اون خودش رو یه یوزر مهم میدونه، یعنی خودش رو یوزر مهمی میدونه. و خیلی از این مواردی که میگم کالچر بیسش از اون شخص اومده. حالا 2 نفرن الان،
از اون اومده و خب بحث بیزنسش هم هست دیگه، یعنی همین که این رضایت وجود داشته باشه براشون درآمد هم داره. برای همین براشون خیلی مهمه که همه چی منظم باشه. لزوما یو ایکس خوبی ندارن یعنی مثلا من مقایسه میکنم با یه سری شرکت تو ایران که یو ایکس های خیلی قوی دارن، این یو ایکسی چیز خیلی قوی و خفنی از نظر من نیست. ولی فکر میکنم برای مدل زندگی آلمانیا طراحی شده، مخصوصا اینکه خود اپ کلا انگلیسی نداره و خب آلمانیه. و آره همه اینا رو باید کنار هم بذاری، یعنی منم فکر نمی‌کنم که یه المان باشه که فقط تاثیر داشته باشه، مثلا فقط کالچر. احتمالا براشون یه سری سودهایی هم داشته ساید بیزنسی که باعث شده که این پروداکت کیفیتش اولویتش رفته براشون بالاتر که حاضرن یه فیچری رو نگه دارن تا وقتی که همون یه پیکسله هم حتی درست بشه و بعد بدن بالا. یه جمله طلایی تو این صحبت من در آوردم و این بود که خود فاوندر کمپانی یوزر اصلی محصوله، یعنی یوزر مهم محصوله و این احتمالا اینجوری من برداشت میکنم که اگر خود اون حالا یوزر، حالا هر یوزری به عنوان یوزر به پروداکت نگاه کنیم و به قول معروف خودمون اون اهمیت رو از نظر کیفیت بهش بدیم، مطمئناً محصولی که میرسه دست در واقع اند یوزر هم یک چیز با کیفیت، یعنی کیفیت از خودمون شروع کنیم بعد این خودش انتقال پیدا میکنه یه جورایی. فکر کنم چنین برداشتی از این صحبت من این جمله رو برداشت کردم، واقعا زیباست یه جورایی. یه یوزر عادی احتمالاً با یه اپ در روز نهایتاً نیم ساعت یک ساعت بیشتر کار نمیکنه دیگه، استفاده نمیکنه. ولی وقتی یه یوزری تقریبا کل روزش ذهنش درگیر پروداکتشه، خب اون اصلی ترین یوزریه که برای اون پروداکت وجود داره. این اتفاق خوبه تا وقتی که باعث نشه که بخوان میکرو منیج بکنن. یعنی خوبه به نظر من که اون کسی که توی سطوح بالاتر هستش توی هر شرکتی انقدر اهمیت بده به پروداکت، ولی تا زمانی که این باعث نشه که خیلی هم بخوان میکرو منیج بکنن یا مدیر عامل مثلا ونچرهای دیگر خیلی تحت فشار بذارن، به نظر من کار خوبیه. حرکت کلا مثبتی یه جورایی که با این فضا بره جلو. خیلی باحال بود، خیلی تجربه جالبی بود. من خودم همیشه از اون آدمام که یه جایی یه پروسه رو میبینم بعد نگاه میکنم خب اوکی این کجاش میشه بهتر کرد، مثلا یه اپی، حالا منظورم که نه اینکه اپ خیلی بزرگی باشه، یه اپی یکی نوشته نه لزوم اپ بزرگ، نگاه میکنم اوکی این میتونه بهتر بشه، این میتونه اینجاش بهتر بشه. اینا حالا خود آدم ها از درونم این کارو میکنن، من به عنوان اند یوزر این کارو کردم ولی این کارو از درون انجام میدم و این در واقع کنار هم چیده شدن این عوامل باعث میشه که یه محصول با کیفیتی هم بیاد بیرون. باحال بود واقعا، تجربه خوب. من تجربه خودم با اپهای لگسیه، مثلا کمپانی اگر بیزینس سایدش خیلی بولد باشه و بگن اوکی مثلا ما میخوایم پول در بیاریم یا حداقل بیزینسمون اینجوریه که ترجیح میدیم اون سایدش ساید درآمدزاش بهتر کار کنه، احتمالا خیلی اینجور چیزها رو نمیبینیم، یعنی این مدل رفتار و این مدل حالا دیدگاه نسبت به کیفیت. خیلی باحاله و خیلی خوشحالم، یعنی واقعا خوششانسیه آدم ها توی یک چنین فضاهایی کار بکنن. به عنوان QA به نظرم این خیلی فرصت بزرگیه برای هر کسی که بتونه توی این فضای کار بکنه. باحال بود. آره به نظر من تجربه جالب و متفاوتیه این موضوع. ایوه. در مورد چیز میخواستم بپرسم، در مورد مهاجرت. گفتی که کار کردی از قبل باشون و ریفرال بودی، متد قبلش هم با یعنی بیرون از ایران کار میکردی تا جایی که میدونم. میخوام ببینم که فقط اون ریفراله جوابه، الان چی؟ الان خود تجربه‌ای داری؟ تجربه خودت چجوری بود بابت اپلای کردن، بابت اینکه پیدا کردن شرکت؟ ببین راستش من اونقدری هیچ وقت پیش نیامد برام که حالا
هم میتونم به عنوان خوششانسی بهش نگاه کنم، هم میتونم به عنوان این نگاه کنم که شاید برام جالب بود که اون رو هم چلنجاشو میدیدم که چه شکلیه. ولی برای من کلا همین یه موردی بودش که ریفرال بودم و همون اوکی شد و کار مهاجرتم راحت پیش رفت. ولی خب قبلش هم توی شرکت دیگه‌ای حدود فکر کنم 6-7 ماه کار میکردم ریموت. تجربه کلا متفاوت بود از هم دیگه، ساختار شرکت با هم دیگه فرق داشت، ولی جالب بود. اونم یه جور دیگه، یه کمپانی ساس بود که اونم خب به هر حال چالنج‌های خودش رو داشت، ولی ترجیح خود من به شخصه این نیستش که توی کمپانی ساس کار کنم. یعنی بیشتر جنس کمپانی که الان توشم یا قبلا تو ایران فعالیت میکردم و ترجیح میدم، برام جذابیتش بیشتر. ولی در مورد ریفرال، یه چیزی که اتفاقا تو لینکدین پیش میاد آدم ها ازم میپرسن، ریفرال الان خیلی مخصوصا تاثیر داره، خیلی زیادتر، به خاطر اینکه شرکت های خارجی انگار یه ذره از مدل فرهنگ آدما میترسن، اینکه بخوان از یک کشور دیگه جذب بکنن، دارن مسئولیت اون آدم رو بر عهده میگیرن. خب در برابر مردم کشور خودشون مسئولن و همه این نگرانی ها رو دارن. برای همین همیشه ریفرال راه حل بهتریه. ولی خود من همیشه پیشنهادم اینه که اگر یک کیس ریفرالی هم وجود داره، تا جایی که میتونید اونو یه ذره پستپون کنید، 1-2 اینترویو برید که استرستون کم بشه، ببینید که اصلا چجوری باید پیش ببرید، بعد اون ریفرال رو برید سراغش. واسه همین آره، الان مهمترین چیزی که به نظر من برای مهاجرت، برای اپلای کردن مهمه، اینه که ریفرال باشی اول از هر کدومش. بعدیاشم یعنی پله‌های بعدی رو خب من تجربه آنچنانی ندارم و نمیتونم اونقدری نظر بدم در موردش. ولی یه موضوع دیگه که باز اینجا اهمیت داره بحث کاور لتره، که باید واقعا کاور لتر بدم. من خودم چیزی که تو ذهنمه اینه که برای شرکتایی که برام جذابیت داشته باشن دوست دارم که کاور لتر بدم، که وقت بذارم شخصی سازیش بکنم، یه چیز جالب بنویسم و این خیلی تاثیر داره. و هر 2 دفعه‌ای که خب من با یه شرکت خارجی کار کردم، هر دوتاشون کاور لتر داشتن و توی جلسه آخر اینترویو در مورد کاور لتر من صحبت شد و این برام خیلی جذابیت داشتش که خب پس این کاور لتر رو واقعا به درد میخوره و واقعا میخوننش. واسه همین توی بحث اپلای کردن به نظرم این دوتا خیلی نکته مهمیه. در مورد کاور لتر که گفتی، حالا اگر دوست داشتی یه سمپلی از اون چیزایی که خودت مینویسی، حالا اینا بذار ما تو این ریسورس رادیو باگ بذاریم و باحاله. به نظر این که گفتی کاستومایزش کنیم برای اونهایی که خیلی مهمه برامون، یعنی پوزیشنی کمپانی که خیلی حالا دوست داریم بیشتر حالا اونجا کار بکنیم از نظر فرهنگ، حالا میتونه از هر نظر دیگه، خوبه اونو خیلی کاستومایز کنیم براش، یعنی کاور لترمون کاستومایز شده تر بهشون ارائه بدیم. باحال بود خیلی این نکته. برای خود من اینجوریه که کاور لتر رو حتی در حد این میبرم که در مورد پروداکت هم یه ذره صحبت میکنم که این پروداکت به این دلیل برای من جذابیت داره، یا سعی میکنم مدل کاور لتری که مینویسم یه مقدار به زبون یه QA باشه، یکم شاید حتی فان. البته اینم تو پرانتز بگم که آلمانی ها خیلی فان قضیه رو دوست ندارن ولی بازم تاثیر داره، یعنی بازم همه اینا تاثیر داره که نشون بدید اشتیاق دارید واسه این کار. ایول، من تکنیکی خودم استفاده میکنم، یعنی میکردم برای اپلای کردن، این بود که میرفتم اپ رو نگاه میکردم، یعنی کاور لتر رو من خیلی به این فازشو دارم واقعا، خودم هم استفاده کردم یعنی با همین متد و تجربه خودم هم بخوام بگم اینجوری بود که من میرفتم قفلی اون محصول رو نگاه میکردم که اینم کردیتش میره به مدمدی محمد مهدی مراجی، اینجا کردیت بدم بهش، که بریم محصوله رو خیلی دیپ نگاه کنیم، بعد شروع کنیم اگر فکر میکنیم یه تست کیسی وجود داره که خیلی بولده و مثلا میتونیم
از توی این محصول در بیاریم رو آماده بکنیم از قبل، اصلا نه اینکه کسی بهمون تسکی داده باشه. یه تسک، یعنی در واقع اون اینترویو اون محصول رو به عنوان یه تسک ببینیم، بریم زیر و بم داستان رو در بیاریم، چطور میتونیم بهترش کنیم، چطور میتونیم فهم بزنیم، یا مثلا تست کیساش چیه. من خودم کاری که میکردم همیشه یعنی اینه، میرفتم سیر تا پیاز رو نگاه میکردم، خب پروداکت چیه، چجوری، کجا باگ داره، به نظرم چه تست کیس مهمی داره، اینا رو همه رو پی دی اف مرتب منظم یه تستاک خوبی درست میکردم. پی دی اف یه تستاک مرتب منظمی همیشه درست میکردم و اینو ارائه میدادم و دقیقاً یه تجربه مشابهی که میگفتی در مورد کاور لتر صحبت میکردیم، آدم ها با من در مورد این صحبت میکردن که او مثلا آره اونجا هم که گفتی مثلا اینم آره جالب، مثلا چیزهایی که به نظرم نکته بولد داستان اینه که اون اشتیاقه رو نشون بدین که آقا من اون محصوله رو دیدم، بررسی کردم، حتی ازم خواسته نشده، و چیزی که احتمالاً اون نوع کنجکاوی که از یه تست انجینیر یا کیو انجینیر انتظار میره رو نشون بدیم. به نظرم این خیلی نکته مهمیه و حالا هر مدلی، حالا میتونه اون کاور لتر باشه، میتونه بررسیه باشه، میتونه اون نام خوبه باشه مثلا. واقعا چون که این خیلی مسئله اشتیاقی که گفتی، من 100% میگم اشتیاق نشون دادنه برای آدم ها مهمه و حالا هر مدلی. جالب بود این تجربه قشنگه. چیزی که تو مطرح کردی خیلی برای من فاز مصاحبه داشت، برای من آمادگی مصاحبه به حساب میاد و یه بخشش توی این موضوعی که پیدا کنی توی اون پروداکت بگردی و یه چیزی از اون محصول بکشی بیرون، یه فایلی آماده داشته باشی، بری سر جلسه صحبت کنی و اینا، برای من یه چیزی رو اینجا بولد میکنه. اینکه کنار اون اشتیاقه یه وقتایی هستش که توی طول اینترویو ممکنه که تعداد سوالایی که داره میاد سمتتون زیاد بشه. برای خود من پیش اومد و چون از قبلش آمادگی رو داشتم و میدونستم که پروداکت وضعیتش چیه چجوریه، به عنوان استراحت و اینکه اعتماد به نفس خودم رو ببرم بالا، اون نکته رو اونجا می آوردم وسط که پروداکت چرا فلان مدله، چرا مثلا این قسمت پروداکت ما فلان مثلا باتن رو داریم حالا مثلا، و همین باعث می شد که اونا یه ذره اینجوری باشن که بگن و همین رو که بگن یه درجه یه پله اعتماد به نفس میره بالا و اینجوری که خب اوکی الان تو زمین اوناست، اونا باید به من توضیح بدن و این خیلی تاثیر داره و آره منم همیشه این کار میکنم. نکته سوم داستان شد که سوال توی فرآیند مصاحبه اونی که سوال میپرسه همیشه نباید اون مصاحبه کننده باشه، مصاحبه شونده باید سوال بپرسه. یعنی من اگر یک سوالی آماده داشته باشم، آره قشنگ بود واقعا ایده خوبیه. یعنی این سوال داشتنه نشون میده که من کنجکاوم و شما باید جواب بدین. این خیلی حالا اون اینتراکشن رو بیشتر میکنه بین حالا فضاهایی که اونجا هستین توی مصاحبه. باحال بود. این تجربه رو کجا به دست آوردی؟ اینم باید بپرسم، یعنی این تجربه کجا اومد؟ من گفتم که حالا خیلی توی این پروسه اپلای و چلنجای این که خیلی منتظر شرکت ها بمونم حقیقتا نیفتادم، ولی این قسمت ها خیلی مدیون دیوارم راستش، که اون بازه که تعداد خیلی زیادی اینترویو میرفتم که نیرو جذب بکنیم، من تک تک اینا رو حتی از آدمایی که می اومدن یاد میگرفتم و میدیدم که آدما با پرسه اینترویو چجوری دارن واکنش نشون میدن و مثلا یکی بود خیلی استرس میگرفت، یکی بود خیلی ریلکس بود و مدل‌های مختلف و برداشته ذهنی منی که داشتم با اون آدما اینترویو میکردم و اینجوری بودم که خب من این برداشته رو دارم از مدل واکنش‌های مختلف آدما میگیرم و قضاوت‌های ذهنی خودم رو دارم و براش راه حل پیدا میکردم که اگه من تو این شرایط قرار بگیرم چجوری واکنش نشون بدم. برای همین این قسمت رو واقعا شاید مدیون دیوارم، با واقعا شاید نزدیک 100 تا اینترویویی که توی اون تایم رفتم. جالب بود اینکه از از تکنیک های آدم استفاده کرد، چیز زیادی گرفتیم. خیلی قشنگ. دوست داشتم ببینم چیز سورسش کجاست.
خیلی خیلی دیگه چیز من ارزشمندیه. دیدم توی آره کرده آره آره دیگه. مشخصه. عالی بود. در مورد کار، یعنی در مورد حالا در مورد صحبت کردیم در مورد مهاجرت و گفتی که حالا مسیر چجوری بود و اون ریفرال الان خیلی بولده و آدم های اگه ریفرال داشته باشن یه چیزی، یه نکته هم این وسط من یادم اومد در مورد ریفرال که اینجوریه یه جورایی به قول معروف کولد ایمیل بدیم به آدما یا در واقع کولد مسیج بدیم که حالا نمیشناسیم، فقط میدونیم آدم اونجا کار میکنه و این برای من خیلی اوایل سخت بود. یعنی این تکنیک رو هم من استفاده کردم، خیلی فایده ای نداشت برام ولی کلی چیز از توش یاد گرفتم. منظورم به چیزی ختم نشد در نهایت ولی تجربه‌ای که ازش گرفتم، منظورم به مصاحبه این است، ولی تجربه‌ای که ازش کسب کردم اینه که این کولد مسیج اولش خیلی سخته به خاطر اینکه بعد با خود کنار بیای که من یه آدمی که نمیشناسم رو میخوام بهش مسیج بدم و اون آدم یه جواب منو میده نمیده، مثلا حالا مخصوصا اگه پوزیشن مثلا خاصی داشته باشه توی کمپانی، مثلا به قول معروف منگی مثلا باشه MANG آقا منگ. قبلا فنگ بود مشخص بود داستان چیه، فیسبوک گوگل یا هر جای دیگه اینجوری بود او مثلا این آدم خیلی خفنی اصلا جواب ما رو نمیده، در حالی که خیلی برای من جالب بود که آدم ها خیلی ها توی پوزیشن های خیلی مثلا حالا بالا توی کمپانی های خیلی گنده جواب میدم و راهنمایی میکنم. من خیلی دوست داشتم، من با چند تا بچه‌ای که حالا توی اپل کار میکردن اون دوره هی مسیج میدادم، اون ایمیل میزدم و سوال میپرسیدم، ولی این که چی جوری سوال بپرسیم من خیلی مهمه، ولی در نهایت کلی چیز آدم از توش یاد میگیره و کمک میکنه که احتمالاً بتونین آدما بتونن مصاحبه بگیرن. برای کیس من جواب نداد ولی میدونم که جواب میده، به خاطر اینکه همون ارتباطی که آدم میتونه ایجاد بکنه، یعنی همون قدر ارتباط ایجاد کردنه، خب میتونه یه سوال دیگه هم باشه که اوکی مثلا پوزیشن فلانم بازه یا مثلا میتونی من رو ریفر کنی. نه برای بیشتر فازم این بود که با آدم ها مسیج بدم و ازشون مثلا بپرسم آقا چیکار میکنی اونجا، چطوره فضا رو بشناسم، چه ابزارهایی استفاده میکنین یا مثلا پروسه QA شما مثلا چی جوریه توی مثلا کمپانی مثل اپل. و خیلی هم این چیز بامزه بود. قبلا هم خیلی قبل پیش چنین کاری کرده بودم و باحال بود. این تجربه هم به عنوان یه تجربه که آدم نترسه و واقعا یعنی کولد مسیج کولد ایمیل بده به آدم ها روی لینکدین، نمیدونم ایمیلشون رو پیدا بکنی هر چیز دیگه، اینم توی همون پروسه به نظرم کمک کننده هستش. اونم تجربه آره شخصی. منم باید موافقم، ولی خب واقعا مهمه این که چجوری به اون آدم مسیج بدید، درخواستتون رو مطرح بکنید. مثلا یه دفعه رندوم نمیشه برم مثلا من به یه نفر که اصلا نمیشناسم بگم که بیا من رو ریفر کن. آره. نه، مثلا یه ذره باید بذارید که اون یخه واقعا آب بشه، یه ذره بیشتر در مورد خودتون به اون آدم توضیح بدید، به خاطر اینکه اون آدم هم حق داره ها. یعنی یه وقتی که به این موضوع فکر میکنم که از نگاه اون آدم میبینم قضیه رو، اینه که خب واقعا ممکنه نشناسه شما رو و ریفرال یه جورایی اگر خوب پیش نره ممکنه که شرکت یه نگاه نسبی متفاوتی نسبت به اون کسی که داره ریفر میکنه هم داشته باشه که تو اصلا چرا این آدم رو ریفر کردی، چقدر اصلا میشناختیش. برای همین آره این که گفتی نحوه مسیج دادنه من کاملا با موافقم. آره بنظرم خیلی چیز مهمیه توی پروسه حالا اپلای کردن برای کمپانی‌ها. اینا هم یه سری نکته اینجوری هم بیادم اومد گفتم اینا رو بگیم بد نیست اینجا باشه. سوگل تجربه مدیریت تیم‌های تست رو هم داشتی توی دیوار، تجربه ها رو سخت و آسونش رو برآیندش رو چطور می‌بینی؟ میخوام بپرسم که چه چیزی از این فرآیند یاد گرفتی با این تجربه‌ای که داشتی؟ چطور بوده به نظرت؟ چه چیزهایی میتونست بهتر بشه؟ چه چیزهایی رو میتونه آدم یعنی بهبود بده توی فرآیند؟ چون توی فرآیند بودی دارم اینو میپرسم، توی لeveli که میتونست فرآیند رو اصلاح کنی، بهبود بدی و شاید عوض بکنی یا هر چیز اینجوری. میخوام ببینم که فرآیند QA توی شرکت ها چطوری میتونه بهبود پیدا بکنه. ببین من کلا، حالا تو خودت میدونی من کلا لیدرشپ رو خیلی دوست دارم و شاید واقعا اون نقطه‌ایه که دوست دارم همیشه توی هر شرکتی که هستم برسم بهش، حتی با چالنجایی که داره.
مهمترین چیزی که توش دوست دارم اینه که من دوست دارم بتونم به آدم هایی که کنارم کار میکنن کمک بکنم از هر لحاظی که میتونم و بیشتر برام رشدشون اولویت داره. یعنی دوست دارم که توی این مسیر در راستای رشد اون آدما قدم بذارم. ولی تغییر دادن پروسه کلا کار راحتی نیست و نیاز به تجربه داره. خب من نمیتونم ادعا کنم که آدم با تجربه هستم توی این موضوع. شاید هیچ کسی نتونه 100% ادعا بکنه، چون همیشه یه چیزی هستش که هر کدوممون ممکنه که ازش اطلاعی نداشته باشیم. ولی چیزی که من یاد گرفتم اینه که باید صبور باشم. یعنی به عنوان لیدر صبور بودن خیلی اهمیت داره. نمیگم شلوول بودن ولی واقعا که صبور باشی و چیزی که بهش اعتقاد داری رو اگر منطقیه پاش وایسی و پاش وایستادنه اینجوری نباشه که فقط بری تو جلسه و بگی که آقا من به این اعتقاد دارم این باید پیش بره. نه، باید دلیل بیاری، مدرک بیاری، پروپوزال بیاری، بری ارائه، با چند نفر صحبت کنی، منتور خودت داشته باشی، همه اینا که بیای ثابت کنی که آقا این پروسه از هر لحاظی درسته و من بهش اعتقاد دارم و میتونم که بر اساس تجربم این مسیر اینجا جواب میده. به دانش به دست آوردن تو این پروسه خیلی مهمه. یعنی همون اندازه‌ای که میخوای به دیگران کمک کنی که خودشون راهشون رو پیدا بکنن، بدونن که چه مسیری رو باید پیش ببرن که خوشحالتر و موفقترن، خودت هم در کنارش هر روز باید رشد کنی که بتونی آدم ها رو رشد بدی. چالش هم خب زیاد داره واقعا، بستگی به اسکیل شرکت داره، بستگی به اینکه آدما چقدر از پوزیشن تو اطلاعات دارن بستگی داره. مثلا یه شرکتی از خیلی بزرگه ولی هیچ دیدی از QA نداره، هیچ دیدی از پرسان نداره، ممکنه حتی گارد داشته باشه. یه شرکتی هست میبینی نه خیلی کوچیکه ولی آدماش بهت اعتماد میکنن، جا برای اینکه بخوای پروسه بچینی هست، شرکت اونقدری پخته نشده که تغییر پروسه ممکنه که چالنج‌های زیادی داشته باشه. ولی بزرگترین چالنجش همینی که بتونی پروسه بچینی و صبور باشی توی این مسیر. مرسی ازت. بحث تجربه مدیریت هم خیلی یعنی جدای از بحث تکنیکالش خیلی به آدم ها برمیگرده به نظرم. یعنی بحث یه تکنیکالش احتمالا یه بخشه با تجربه که گفتی و بخش آدم ها یعنی نیروی انسانی هم یه بخشه و ترکیب این دوتا هم احتمالا یعنی تکنیکال و انسان به نظرم خیلی مدیریت رو احتمالا یه کار پرچالشی میکنه و باحال بود. نکته‌ای که گفتی و من خیلی الان ازش واقعا یاد گرفتم این بود که میخوای بری یه چیزی رو با پروپوزال بری جلو و بگی آقا این هست، من اینجوری فکر میکنم با توجه به این حالا فکتا و با توجه به این پروسه که دیدیم. و یه چیزی که اینو میخواستم بدونم، اعتماد چقدر نقش داره؟ شرکت، بیزینس، اعتماد چقدر باید به من اعتماد بکنه تا یک محصول با کیفیتی تولید بشه؟ منظورم این که توی پروسه توسعه بیاد بیرون. ببین خیلی اهمیت داره، یعنی بستگی داره. یعنی مثلا ممکنه که تو به عنوان لیدر یه شرکتی کلا جذب کرده باشن، اونجا اهمیت این که اعتماد بیشتری هم بهت بشه میره بالاتر. یعنی باید اعتماد باشه، دستت باز باشه، شنونده باشن آدما و پذیرا باشن واسه اینکه تو بری صحبت کنی و کار پیش ببری. ولی از دور یه منیج کردنی هم لازمه، حالا چه تو لیدر باشی چه لیدر نباشی، هر چیزی، یعنی هر پوزیشنی که داشته باشی، یه همفکری نه حالا واسه اینکه بخوای اون آدم رو منیج بکنی یا میکرو منیج بکنی، بیشتر از این که
تو داری هم فکری میدی به اون آدم. یعنی من بهت اعتماد دارم ولی بیا با هم صحبت کنیم که چیکار میکنی. اینجوری هم میدونی که اون آدمه داره چیکار میکنه، هم واقعا شاید نیاز به هم فکری داشته باشه و ذهنش بسته شده باشه، مثلا غرق شده باشه توی یه موضوعی و تو بتونی دستشو بگیری بکشیش بیرون. ولی اینکه بخوان یه اونرشیپ یه کاری را بهت بدن، دم به دقیقم یه نفر بالا سرت وایسته بخواد میکرو منیجت کنه، من کلا دیسیم باشم. آره نه، این یه چیز واضحیه. ببین بحث اعتماده رو از این با پرسیدم که آقا اگر یه نفر به یک نفر دیگه، یعنی به یک تیمی، به یک پروسه اعتماد داشته باشه به عنوان متخصص، نه اینکه من به هر کسی اعتماد بکنم اوکی مثلا شما ابزار رو بدیم دستش، کیفیت نرم افزار، کیفیت محصول نهایی این پیشرفت میکنه یا نه. این که گفتی من خیلی مثلا تا هیومن سنتریکم و این خیلی نکته مهمی برام هست توی پروسه آدما پیشرفت بکنه، آدما رشدشون مهمه توی اون پروسه مدیریته. میخوام بگم این اعتماد کردن چقدر نقش داره. یعنی سوالم این بود که گفتی این اگر به میکرو منیج نرسه، درست متوجه شده باشم، به میکرو منیج نرسه میتونه خیلی کمک کننده باشه که فضا بدیم آدم‌ها برن کار بکنن دیگه. یک ببین تو خودت اینو در نظر بگیر، یه نمونه خیلی کوچیک مثلا مثال میزنم. اینکه یه نفری به تو یه تسکی داده، مثلا لیدرت به تو یه تسکی داده، بهت گفته که اوکی آریان مثلا 3 روز دیگه بیا در مورد اینکه تا کجا پیش بردی و هم صحبت کنیم، و تو 3 روز فرصت داری میری و بررسی میکنی و همه اینا. و حالت دیگه شو در نظر بگیر که همون لیدر به تو اون تسکر رو داده، گفته تا 3 روز دیگه، ولی دم به دقیقه بیاد بالا سرت، خب داری چیکار میکنی؟ اینو چرا اینجوری کردی؟ حالا بذار این قسمت کد تو ریویو کنم. تو کیفیت کارت هم میاد پایین، چون تمرکز نداری بتونی روی اون موضوع فوکس کنی و تسکر خوب پیش ببری. همش ذهنت پرش داره که وای الان این میاد میگه اینجاش غلطه، وای مثلا نکنه من دارم اشتباه میکنم، یا خب ددلاینه مشخصه ولی وقتی یه نفر هی بیاد بالا سرت، تو دیگه اون ددلاینه برات اهمیتی نداره، هر لحظه منتظر اینی که یه نفر بیاد مثلا بگه که داری چی کار میکنی. این نمونه خیلی کوچیکش بود. توی مثلا سطوح بالاتر خب این قضیه سنگین‌تر میشه، بیشتر به چشم میاد. از یه تسک کوچیک شاید بشه یه اپیک که مثلا شاید حتی یه کوارتر رو تحت تاثیر قرار بده. برای همین به نظر من بحث کوچیکی نیست، خیلی مهمه، ولی به معنای رها کردن افرادم نباید باشه واقعا. خیلی دوست دارم چند تا اپیزود اصلا با هم در مورد این روش‌های مدیریت تیم‌ها با هم دیگه اصلا گپ بزنیم، مثلا بریم با هم دیگه اون تجربیات تو یعنی باهاش در موردش گپ بزنیم. من برام واقعا یه سری من خیلی لیدرشپ رو دوست دارم. به نظرم یعنی حد آخر هر چیزی شبیه اون قدیما بود که میگفتن مثلا میری دانشگاه تهش استادیه دیگه، میخوای مثلا دکترا بخونی تهش استاد بشی، بری استاد دانشگاه بشی، لول تهش. اینجا هم همون دیگه، اون لیدرشپ اون ته داستان، نمیگم ته، منظورم اینه که یک لول بالای که هر کسی دوست داره مثلا برسه و واقعا کلی چیز داره این بغل دستش، یعنی کلی ابزار نیاز داره اون آدمه برای رسیدن به اون درجه که خیلی هم ممکنه پیچیده باشن به نسبت اون پیشرفته. خودم خیلی دوست دارم حتما، یعنی من فازشو دارم که با هم دیگه اینو ضبط بکنیم، مثلا چیزایی که نیاز میشه و آدما میتونن باش یه جورایی تیم مدیریت بکنن. کلی تجربه داری، خیلی خوشحال میشم آره اینکه اینو قولشو اینجا بگیرم تا تا فضا داغه همینجا قولشو بگیرم، عالی شد. سوگل، یه چیزی که آدم ها الان خیلی، حالا من این سوال رو از علی رستگار پرسیدم که چی شد این فرایند و چرا ما عقب افتادیم، و علی هم خیلی بامزه توضیح داد. نظر تو و تجربه تو رو میخوام در مورد این که صنعت تست نرم افزار عقب افتاده یا اون فرهنگش خیلی جا نیافتاده چیه توی ایران؟ ببین یه چیزی که خیلی مهمه بحث اقتصاده. یعنی اینکه شاید بیزنس نخواد هزینه اینو بکنه که یه نفری بیاد، به قول خیلی شرکت های ایرانی
یه نفری بیاد حالا آخرش مثلا بشینه اپمون رو تست کنه، خب دیولوپر بکنه این کار. و چرا ما باید یه حقوق بدیم که یه نفری بیاد این کار بکنه؟ خیلی از شرکت ها حتی مثلا رده های بالای مدیریتی همچین چیزی میگن، هیچ دیدی از QA ندارن و واسه همین حاضر نیستن که بخوان مبلغی رو پرداخت بکنن بابت اینکه یه نفری بیاد تست نهایی بکنه. یه بخشش برمیگرده این که خود آدما هم شاید اونقدری توی شرکت ها فرهنگ سازی نمی کنن بابتش، حالا چه خود نیروی QA چه مثلا تکلیده یا هر پوزیشن دیگه‌ای که میتونه موثر باشه. هیچ کدوم از اینا اگر هم دانشی دارن نمیان خیلی وقت بذارن روش. یه فاز این که آدما انگار خیلی هم فاز اینو ندارن که درگیر بحث کردن بشن. ولی برای من چیزی که خیلی بولتره همونیه که یکی بحث اقتصادیه، طرف نمیخواد پول بده یه نفری بیاد راحت بگم بیاد تست بکنه. همشون میگن که دیولوپر این کار بکنه، در صورتی که به نظر من دیولوپر دیپ شده توی اون تسکی که داره میزنه و از دید یوزر نمیتونه به اون قضیه نگاه بکنه، نمیتونه به تست نگاه بکنه و متدای تست رو هم لزومی نداره واقعا بلد باشه. یعنی جزء شرح وظایف دیولوپر نیست، واقعا باید یه جاهای اوورورک بکنه که حالا من بیام تست بکنم. برای من همچین چیزیه واقعا. و اینکه آدما هم دانششو ندارن و کلا هم خب پوزیشن خیلی قدیمی تو ایران به حساب نمیاد. یعنی من سال فکر کنم 97 اینا که داشتیم مثلا با چند تا از بچه QA صحبت میکردیم تو اسنپ، خیلی جدید بود. یعنی اینجوری بودش که تعداد QA ها حتی کم بود و همه تو کامیونیتی همو میشناختن، اینقدر تعداد کم بود. برای همین کلا چه تو دنیا چه تو ایران QA اونقدری هنوز شناخته شده نیست. توی کشورهای دیگه یه ذره اوضاع خوب بهتره، ولی ممکنه که حتی لزوما هم کشورهای دیگه هم شرکت هایی باشن که اطلاعی نداشته باشن از این پوزیشن. ولی آره بحث بیشتر اقتصادیه و عدم دانش مدیرا راجع به این پوزیشن. مرسی ازت. بحث دیولوپر که گفتی، بحث این که آقا تمرکز دیولوپر رو بذاریم رو اون یونیت تسته، بذاریم همون کار خودش رو تست میکنه، اون فضا و فیچر رو تست میکنه در همون فضای ایزوله شده. یه چیزی که خیلی جالبی که الان به ذهن خودم رسید این که ما مسئولیت تست اند یوزر رو میدیم به دیولوپر و میگیم اگر یک کدی و ایده اینه اگر کد درست کار میکنه پس ردیفه بره بالا. یعنی این به نظرم یکی از سمومیه که شرکت ها باش درگیرن و گاهن هم پافشاری میکنن که اوکی. و پوزیشن هایی هم که دم پوزیشن بذار جلوتر بگم، این که آقا یونیت تست رو بدیم، اگه یونیت تست اوکیه دیگه مشکلی نیست و بدون باگ سیستم میره بالا. تجربه کار کردن با سیستم چی میشه، اون حسه چی میشه، من اوکی میتونم یه کد رو تست کنم اون در اون لول اوکی، یه لول های بالاتر چی، ما این سیستم تستینگ میخوایم بکنیم. بحث مدل های تست، انواع تستی که گفتی هم دخیله. یعنی اون که نمیدونه چه تستی برای چه فضایی کجا مناسبه. ما هی داریم اینو، ما که میگم یعنی از دید بیزینس میگم بیایم فعلا دیولپر کارش انجام بده، خوبه، یعنی این چیز مهمه، یعنی فرهنگ بسیار پر اهمیتی که من کدی که مینویسم تست اینجا عموما این شکلیه. یعنی آدم ها تست می‌نویسن، یعنی یه چیز جا افتاده ای. خب یونیت تست مثلا در دیولپر مینویسه دیگه، کسی سوال نمیکنه که اوکی نوشتی یا نه. البته بازم اینم شرکت به شرکت متفاوته، یعنی اینجوری هم نیست که بگیم نه همه اینجوریان و همه عالیه، نه، واقعا شرکت به شرکت. ولی چیزایی که من دیدم عموما این کارو میکنه و خیلی کسی سوال نمیکنه، حداقل تو حوزه بک اند که خیلی مطمئنم این موضوع رو فرنگش تقریبا جا افتاد. ولی میگم لیول های بالاتر مهمه، اون که حس کاربر چیه مهمه. اینها رو بیزینس نمیبینه به هر دلیل که میشه کلی ان تا دلیل واقعا لیست کرد نمیبینه و در نهایت هم میگه اوکی چون تست کرده بریم بالا. میخوام بگم جنبه های تست رو احتمالاً بررسی نکردن، از دیدهای مختلف ندیدن سیستم و محصول رو، آدم رو بیزینس رو دوچار چنین
چی بهش میگن، اشتباهی شاید میکنه، کلی کلمه اومده تا یه دونه اشتباه رو بگم، اشتباهی میکنه که در نهایت شاید محصول باگ نداشته باشه ولی کیفیت نداره. اصلا داستان اینه، تفاوت چیه؟ میدونی من تست میکنم این چیزی رو، اون بحث تست و کیو یا میگم که کنترل کیفیت بکنم، کیفیتش رو میخوام بسنجم، تست میخوام بکنم صرف. اینا خیلی دوتا موضوع کاملا متفاوته به نظرم. چیزی که داره اتفاق میفته، بیزینس، آدم ها، دیولپر ها یا حتی تیم های توسعه منظورمه، اینها این مفهوم تست و مفهوم کیو ای و حتی مفهوم کنترل رو احتمالاً نتونستن تفکیک بکنن. یعنی فرهنگ اینجوری جا افتاده که اوکی یه چیزی تست کنیم بره بالا، کیفیت چی میشه، کنترلش چی میشه. این پروسه به نظرم داستان گم شده توی فرهنگ تسته، حداقل توی نرم افزار این داره کاملا دیده میشه و به نظرم خیلی نیاز به واقعا فرهنگ سازی خیلی بیشتری احتمالاً داره که آدم ها دیولپر هایی بیاریم که تست بنویسن. مثلا اینو در اون پوزیشن می‌خواستم بگم، پوزیشن SDET داستانش همینه. آقا ما یک دیولپری که آشنا هست به فرهنگ تست، به متدهای تست، این رو استخدام بکنیم و این بیاد در واقع کار تستمون رو انجام بده. این به نظرم این یه حرکات رو به جلویی که حالا کمپانی‌های بزرگ هم در واقع فازش رو دارن. بذار اصلا این صحبت بکنیم. بحث SDET خیلی بحث جذابیه. من خودم هم فازش رو داشتم که اصلا برم، یعنی من از تست اومدم برم مثلا دیولپر بشم، یعنی اون فضا رو یاد بگیرم، ابزارها فلان اینا، بعد برم تستم بکنم. خب جو تا جنبه رو دارم دیگه. این چقدر مهمه اینکه من به عنوان QA، به عنوان تست انجینیر، تکنیکال رو هم خوب بلد باشم. این چطور میبینی این داستان رو؟ تو اگه بخوای خب توی مسیرت خود QA بری جلو، در نهایت قراره که QA انجینیر باشی و یک QA انجینیر هر چقدر فنیش قوی تر باشه خب خیلی بهتره. واسه همین من خودم پیشنهادم همیشه همینه، چه برای خودم چه برای دیگران، اینه که بود فنی قضیه رو خیلی دیپ بشید. البته که یه چیزی که توی QA هست اینه که معمولا ماها یه نوک میزنیم به هر کدوم از این شاخه ها، مثلا میریم سمت بکند یه ذره مثلا یاد میگیریم، بعد میریم از اون ور مثلا گیت رو یه ذره یاد میگیریم، حالا بریم جاوا اسکریپت، حالا فلان جا سویچ کنیم رو فلان موضوع. برای همین شاید QA ها اونقدری در نهایت اصلا فرصت این که بخوان دیپ بشن توی زبونهای برنامه نویسی مختلف و واقعیتش اینه که فرصتشون ندارن، یعنی کارا خیلی زیاده. ولی هر چقدری که بسته به نیاز اون بیزنسی که داری توش کار میکنی تو بیشتر توی فنی دیپ بشی، توی کارت خودت، توی رشد خودت، همه اینا تاثیر میذاره. واسه همین آره قطعا، یعنی من اینو میگم سالها و بارها مینویسم همه جا رو در و دیوار که آقا QA فنی یاد بگیر، چون اصلا در کنارش تو میتونی حتی پیشنهاد بدی یا میتونی بری صحبت بکنی، مثلا بری راحت بگی که این مشکلی که پیش اومده من پیشنهادم فلان راه حله. خب وقتی فنی بلدی میتونی یه همچین راه حلی پیشنهاد بدی، چون یه سری از راه حلا محصولی نیستن، یعنی تو باید فنی بدونی تا بتونی پیشنهاد بدی. یه بحثایی مثلا این چند روز پیش اومده بود راجع به این بودش که یه نمونه بخوام بگم، راجع به این که دو تا ریپوزیتوری از هم جدان، تو میخوای توی یه ریپوزیتوری بیای تستو بنویسی، توی یه ریپوی دیگه یه پایپلاینی داری که میخوای این ریپوی QAت توی اون پایپلاین ران بشه. و خب وقتی که دید فنی داشته باشی میتونی بیای بررسی کنی، چیزهای مختلف رو بهشون ارائه بدی، راجبی صحبت بکنی و خیلی راحت‌تر میپذیرن. و همین باعث میشه که اگه مواقع دیگه هم پیش بیاد، موارد دیگه هم پیش بیاد، تو وقتی پیشنهاد بدی، حتی اگه پیشنهادت هم پیشنهاد ولیدی نباشه، بگن که خب اوکی مثلا سگل نوعی داره رو هوا نمیگه، احتمالا راجع به این موضوع اطلاعاتش کمه، ولی بیایم بررسی کنیم یا بیایم بهش دید بدیم. همین باعث میشه که تیم هم
براش QA اهمیت پیدا بکنه و بخواد که کمک بکنه. یعنی همون فرهنگسازی هم میتونه از این درا وارد بشه واقعا. خیلی باحال بود. من این حس اینکه زبون مشترک، بس اینی که ما به زبون پروداکت میتونیم حرف بزنیم، آیا به زبون اون تیم توسعه هم میتونیم صحبت کنیم یا نه. این یادگیری این رو بهمون میده که بتونیم با زبونهای مختلف، با آدمهای مختلف در تیمهای مختلف صحبت بکنیم، حتی اگه آدم بیزینس هم بدونه باز بهتر. یعنی فکر کنم این هم یه چیز باحالی به عنوان یک کیو، یعنی اگر محصول رو از تمام جنبه ها ببینیم خوبه که آدم اون باز میشه هم داستان نکته زدنه، ولی به نظرم اگر حالا آدم ها، یعنی این به نظرم چیز نیازمندیه به عنوان یک کیو که اینجور چیزها رو بلد باشه، ولی دونستن مثلا چیز تکنیکال، اون ابزاره یا هر چیز دیگه، اون زبون صحبت با آدم ها به نظرم خیلی کمک میکنه. آدم میتونن بهتر راحت‌تر توضیح بدن مثلا. به همینی که اصلا میگی بیزنس، همین توک زدن و اینا، تو اگر بخوای مثلا اون آرمان شهر تیم باشه که یه مثلا چپتر لید QA بشی، تو باید از بیزنس سر در بیاری. به خاطر اینه که تو قراره بری صحبت کنی، استراتژی بدی، پلن ببندی، OKR ببندی و اگه در مورد بیزنس نتونی اونجا صحبت بکنی فایده نداره. لیدر بودن تو با اینکه مثلا یه نیروی اسپشیالیست باشی هیچ تفاوتی نداره، چون یه جاهایی تو باید بیای در مورد بیزنس صحبت بکنی. بایدیه، یعنی اینجوری نیستش که اوکی حالا شاید صحبت بکنم. نه، باید نفع بیزنس رو ببینی، چه توی بحث جذب نیروه، چه توی خرید ابزاره. هر کدوم از اینا تو باید کاملا بیزنس رو بیای در نظر بگیری که اون پلنی که میخوای بهشون ارائه بدی پلن ولیدی باشه و بدونن که برات مهمه و دغدغه بیزنسی داری و میدونی که استیت بیزنس چیه. ایوه. یه چیزی هم که دوست داشتم بپرسم ازت، بحث تست استراتژی. این یه مبحث خیلی مهمیه به نظرم، به عنوان مهم، دردناک، سخت واقعا. یعنی خیلی همیشه بهش فکر میکنم. دوست دارم اینم حالا ازت بپرسم و میدونم تجربه خیلی خوبی هم توش داری. بحث تست استراتژی، چه عواملی رو باید آدم دقت بکنه به عنوان QA برای نوشتن تست استراتژی؟ چه متغیرهایی وجود داره که اگر یه آدم به عنوان QA انجینیر، به عنوان تست انجینیر بهش دقت بکنه میتونه تست استراتژی خوب برسه؟ میدونم کلی مقاله اون بیرون هست، بازم ریفرالش میشه گرو 99 مثل همیشه، ولی اینو دوست دارم از زمان خودت بشم و از تجربه خودت رو در مورد تست استراتژی بدونم. باید چیکار بکنیم؟ و فکر کنم توی تجربه قبلی هم خیلی بولد رفته بودی سراغش، اونم یه ویدیو کامل میطلبه واقعا. ببین، مهمترین و بولترین چیزی که توی تست استراتژی نوشتن مهمه اینه که تو بدونی پلن 3 ماه 6 ماه آینده، حتی شاید 1 سال آینده. من اصلا پیشنهاد نمیکنم تست استراتژی بیشتر از 6 ماه نوشته شه، ولی اینکه یه دورنمایی از وضعیت پروداکت و بیزنس بدونیم که آقا چه مسیری رو قرار پیش ببریم، توی نوشتنمون استراتژی هم بهمون کمک میکنه. من معمولا اول از همه با همه این زینف‌های بیزنس صحبت میکنم، با هر کسی که مهمه. با CEO صحبت میکنم، با CTO صحبت میکنم، با این آدمایی که بیشتر در جریانن، با PMA صحبت میکنم چون خب ثبت پروداکت رو بهتر میدونن. اگر نیاز باشه با لید دیزاین صحبت میکنم، یعنی آدمای مختلف. و بعدش اصلا استارت اینو می‌نویسم، یه چک لیستی داشته باشم. اینکه خب اوکی، ما پلنمون اینه که مثلا تو 3 ماه آینده فلان فیچرها رو میخوایم بدیم بالا اگر مشخص باشه. خب اگر فیچر قراره بدیم بالا و تون قراره فیچر بدیم بالا، احتمالا یکی از گل‌های مهممون اینجا دست منواله و اونو مثلا باید بیاریم. ولی ممکنه یه پروداکتی کلا به پختگی رسیده، میگه نه ما میخوایم مثلا یه زیرساختی رو ریفکتور کنیم، تغییری نداریم
تسک جدیدی احتمالا منوال اونقدر نمیاد، خب اوکی، من ترجیح همینه که برم سمت اتوماسیون و ببینم که کجا رو سمت اتوماسیون میتونم اتومات بکنم، یا تعدادش رو باید بیشتر بکنم، یا کیفیتش رو بهتر کنم، یا سرعت رو بالاتر ببرم. این موارد بولد میشه. یه شرکتی هستش که میگه که نه، من میخوام یه سری کار سنگینی توی زیرساختم انجام بدم، ممکنه توی تجربه کاربر تاثیر بذاره. خب من اینجا مثلا لود تست برام میاد بالاتر. برای همین خیلی مهمه که با آدمای مختلف توی شرکت صحبت بکنی، ببینی اصلا نیازش چیه. من همیشه اولین سوالی که میپرسم وقتی میخوام تست استراتژی بنویسم، با هر کسی که میرم جلسه میگم که چی از QA میخوای و چقدر راجع به QA میدونی و سوالی داری از من. و همین باعث میشه که خب تا یه حد خوبی هم بفهمم که قسمت‌های مختلف شرکت چقدر از کار من میدونن، چقدر از QA میدونن، که اگر لازمه مثلا بیام یه نالج شیرینگ بذارم. همونجور که الان مثلا تو شرکت یه جاهایی لازم میدونیم و مثلا توی تک تاک میایم، یه سری جلسه تک تاک داریم، میایم هر کدوممون صحبت میکنیم و خب خیلی کمک کننده است. ببینم مثلا چقدر میدونن که این فرهنگسازی، این که راجع به پوزیشنم بیشتر جا بندازم بین آدما رو ببرم بالاتر اولویتشو و پیش ببرم. یکی همین که واقعا نیاز آدما رو متوجه بشم. یعنی یه وقتایی هستش ممکنه آدما تو سازمان راضی نباشن و بگن که خوب کار نمیکنه، و خب واقعا شاید طرف یه دلیلی داره پشتش، ولی انقدر اینا گذشته ازش، انقدر همه چی رو هم دیگه انباشته شده که اون دلیل دیگه اصلا گم شده. نمیگم لزوما وظیفه QAه، ولی از همین چیزای کوچیکم میشه در آورد و میشه فرهنگسازی کرد که بعدش به نفع خودمون پیش بره. خیلی نمیخوام دور شم از تست استراتژی، مبحث زیبا. بعدش هم که میشه میری سراغ ابزار انتخاب کردن و شکستن تسکا، اپیک تعریف کردن تسک و استوری و همه اینا. و خب بعد روتین چک بکنی دیگه، ببینی داری روی پلنت پیش میری یا نه. بحث تست استراتژی بحث سنگینیه، یعنی اگه بخوایم دیتیل در مورد صحبت بکنیم احتمالاً یه ساعتی و من باید یه اپیزود دیگه در مورد، یعنی اسپسیفیک در مورد تست استراتژی صحبت میکنیم. الان در مورد 2 تا چیز باید صحبت کنیم. قولش الان گرفتم. این تست استراتژی، یه دونه بحث مدیریت. من یه آدم نمیره، بعد اینو دیگه ضبط کردم دیگه کارش نمیشه. دمت گرم حسابی، مرسی. کلی چیز بامزه واقعا یاد گرفتم. از مهاجرت صحبت کردیم، از کار ریموت صحبت کردیم، از تجربه صحبت کردیم و واقعا این چیزها نکات مهمیه که به نظرم آدم‌ها بایستی رعایت بکنن تا یک محصول با کیفیتی. حالا در مورد بخش آخر دارم صحبت میکنم، بحث استراتژی، بحث کیفیت نرم افزار. کلی متغیر وسط وجود داره و هر کدوم کنار همدیگه با همدیگه کار میکنن و یه محصول با کیفیت رو یعنی میدن به بازار. چه چیزی می‌خواستم اضافه بکنم؟ یادم رفت چه چیزی می‌خواستم اضافه کنم. آره یه سری سوال دیگه هم داشتم، اینا رو یادم رفت، ولی احتمالاً در اپیزودهای بعدی با هم دیگه باید در موردش گپ بزنیم، صحبت بکنیم. این سوالم که همیشه می‌پرسیدم تا حالا باگ از زیر دست در رفته، سوال مصاحبه‌ایه. خودم که واقعا اینم می‌خواستم مصاحبه رو بپرسم با مزه. چیز عجیبی نیستش و واقعا پیش میاد. مثلا ممکنه یه اج کیسی باشه که میس کرده باشی، ولی مهم اینه که خیلی بزرگ نباشه، سیستم به ترکون نباشه. و خب اینم برمیگرده به اینکه اون فلو هستی و چقدر دقیق بتونی تست بکنی. و اینجا باز اهمیت یه چیزی مثل رگرشن تست من نهایی مبحث باز میکنم واسه اینکه خودم رو توی این چنل حفظ کنم. زیباست. بحث رگرشن تست و اسموک تست رو میاره بالا که خب باعث میشه که میزان در رفتن باگ کمتر بشه. پیش اومده ولی خب خیلی باگای سنگینی نبوده، واقعا در همون حدی بوده که اوکی رفته بالا، حالا ریلیز بد فیکس میکنه. اینو صرفا بیشتر جهت فانش پرسیدم. مطمئنا از زیر دست هر
نیروی تستی یه باگی در رفته. اینکه ما نترسیم از اون قضیه، اینم خیلی چیز کمک کننده ایه و بریم و احتمالاً خیلی جلوی ضرر رو میگیریم خیلی سریعتر تا اینکه او بترسم او مثلا ممکنه مثلا چون بلیم بشم و از این چیزا که اینم خیلی برمیگرده به فرهنگ. ولی اینکه آدما بتونن ازش درس بگیرن، زودتر پیداش بکنن یا حداقل بتونن زودتر گزارشش بدن و اینکه نترسن کجا رو مثلا تست. مثلا خیلی چیز مهمی که خیلی خیلی به فرهنگ تست و اینها برمیگرده، اینجوری خیلی چیز کوچیک هم نیست. اینم مهمه، یعنی منظورم که آدم نترسه از تست کردن، از حداقل بلیم. آره، و اینکه طبیعی آدم یه ذره اینجوری باشه که وای من سوتی دادم، ولی هیچ سیستمی باگ فری نیست و بهترین سیستم های دنیا، بهترین پروداکت ها، بهترین ماشین ها، هر چیزی، هر محصولی که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم یه باگی داره. حالا یا ما پیداش کردیم یا هنوز پیداش نکردیم. دنیا پر باگه، یعنی زمین که ما فکر میکنیم که چقدر همه چی خفنه توش، چقدر همه چی با ترتیب بدن خودمون، من دیدم الهیات، ولی هیچ سیستمی باگ فری نیست. و اینکه اگر یه پروداکتی رو داریم تست میکنیم و یه باگی از دستمون در رفت، اوکی، فقط اینکه چجوری کامیونیکیت بکنیم و پیش ببریم مهمه. بقیه‌اش واقعا طبیعیه و پیش میاد. در مورد منتورشیپ، چون میدونم توی ADP لیستم هستی، قبلا هم بودی، و یه سم بگم من این نکته اینجا الان یادم اومد، اینکه من قبل اینکه بیام دیوار یوتیوب ویدیوهای تو رو نگاه میکردم. واقعیتش اینجوری بود که اوکی سوق نظامی نگاه کنم مثلا این یاد بگیرم این آدمه مثلا کار میکنم. اینو من خیلی دوست دارم واقعا اینجا دوباره مجدد بگم که چی شد، فازشو بگیر، منتورشیپه چی شد. حالا یوتیوب همینجوری گفتم، ولی فاز منتورشیپ و اینا چی؟ تجربه منتورشیپ چقدر کمک میکنه به نظرت؟ خیلی مردد بودم راستش. اولش این که آیا من خودم رو سعی کردم تصور کنم تو این جایگاه که آیا من برای این جایگاه الان مناسب هستم که به عنوان منتور آدم رو پیش برم. و خب سعی کردم توی هر جلسه‌ای که با افراد مختلف دارم و جلسمون طولانی بودش، یعنی مثلا به جلسات بعدی میکشید، این موضوع مطرح بکنم که اینجا من بالاتر نیستم و من هم از شما یاد میگیرم و واقعیتش این هست. مثل همون بحث اینترویوی که مثلا صحبت شد و منم ازتون یاد میگیرم. برای خودم خیلی جذابیت داره اینکه با آدما صحبت میکنم که توی حوزه کاری من فعالیت دارن و حرف همدیگر میفهمیم، منم یاد میگیرم. حتی دغدغه‌هایی که مطرح میکنن هم برای من یادگیری داره واقعا. یعنی یه وقتایی هستش که میگم چه دغدغه جالب و عجیب و پیچیده‌ای و میرم سراغ این که به این فکر کنم که چه راه حلی ممکنه که وجود داشته باشه، هم برای یادگیری خودم هم برای کمک به اون آدم و برای رشد من خیلی کمک کننده بود. یعنی رشد نه تنها توی کارم، رشد شخصی به عنوان یه آدم هم به من کمک کرد که چجوری اصلا کامیونیکیت کنم و همه اینا. یوتیوب راستش خیلی فرصت نشد بعد از اون، خیلی درگیری مختلف بود، ولی آره آدم ها ازم پرسیدن که چرا این کار نکردی، ادامه ندادی. حالا شاید به زودی یه کار دیگه بکنم، نمیدونم هنوز، ولی آره منتورشیپ هم به این شکله. حالا یه مدت یه ذره کمتر فعالیت دارم تا یه ذره جا بیفتم، ولی بعدش دوباره دوست دارم که پرقدرت هر کمکی بتونم به آدم بکنم. ولی آریان کلن چلنج هایی که مطرح میشه توی جلسه های منتورشیپ خیلی جذابه و من واقعا دوست دارم. سوگل برای اینکه آپدیت بمونه چیکار میکنه؟ راستش یه بخش خوبیش، یعنی اگه نخوام خیلی ایدئالگرا بهش نگاه کنم و نخوام فقط حرف زده باشم،
یه بخشی از آپدیت موندن من بسته به کار کردنمه، بسته به نیازایی که توی شرکت میبینم، تسکایی که میاد. یه وقتایی فضولی میکنم تسک دیولوپرها رو میبینم و میبینم من چجوری میتونم براش تست بنویسم و همون باعث میشه که یه چالنجی داشته باشم، مغزم گره بخوره، برم دنبال این که خب چجوری برای فلان مثلا فیچر یا فلان تسک مثلا من میتونم کاری بکنم و برای پیدا کردن راه حلش دنبال کورس میکردم و همون برای من میشه شروع یه مسیری که یه چیز جدیدی یاد بگیرم. از منتیام یاد میگیرم، یعنی همه اینا باعث میشه که من آپدیت بمونم. میگم خیلی ایدئال بهش نگاه نمیکنم، ولی خیلی وقتا شده که از چت جی پی تی میپرسم، میگم به نظر چی یاد بگیرم، مثلا الان چی خوبه تو کیو ای چی یاد جواب پول بگیرم، تو چیه؟ سواله تو چیه. زیبا بود. و اینا مسیرهای، ولی اگه بخوام به ترتیب بگم، اول از همه تسکایی که تو شرکت هست، نه لزوما تسکای من، تسکای بقیه. دومین چیز و یکی از بولدترین چیزا واقعا جلسه هم با منتیامه و بعدش واقعا سرچ کردن و شاید لینکدین. خیلی وقتا آدم ها پستایی که میذارن جالب میشه برام و میرم میخونم. اینا برام مثلا بیشتر جذابیت داره و بیشتر آپدیت نگه هم میداره. دمت هم گرم حسابی، مرسی که وقت گذاشتی با هم دیگه گپ زدیم. سخن آخر، سخن پایانی چیزی داری اگه دوست داری در مورد موضوعی صحبت بکنی؟ آره. مرسی آریان، خیلی کار خفنی داری میکنی و برای من خیلی هیجان انگیز بود که حتما صحبت کنیم با هم دیگه. قطعا این مطالب به درد خیلی ها میخوره و واقعا دمت گرم که داری وقت میذاری و مرسی که از من دعوت کردی. مرسی از تو، مرسی که وقت گذاشتی، واقعا خوشحال شدم و امیدوارم که در اپیزودهای بعدی طبق قول‌هایی که ازت گرفتم در مورد موضوعات مختلف با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد مرسی، دمتون گرم. صدات چه حالته؟ اکو داره میشه، اکو. چرا؟ تست با چنل 3 و 4 سوگو جان اصلا صدات نمیاد هیچ.